سلام، به برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. در مهمانی ما حفیظ بابایاروف، رئیس مرکز آموزش روندهای معاصر و آینده‌نگری فرهنگستان علوم تاجیکستان. جناب بابایاروف خوش آمدید به صحبت. تشکر. بابات باشید. نخست از این پرسیدنیم که در این اواخر فعالیت گروه دولت اسلامی، یک سازمان افراطی و تروریستی در منطقه گسترش یافته است و حتی خبرها تا به مناطق شمال افغانستان که با تاجیکستان هم مرز است نیز از تجمع تعدادی از نمایندگان این گروه به گوش می رسد. از نظر شما اصلا جنبه پیدایش همین گروه چی هست؟ واقعا یک سازمانی هست که واقعا طبیعی ظهور کرده است یا یک سازمانی است که به طور صنعی پیدا شده است؟ خب قسما گفتم ممکن است که طبیعی است و قسما صنعی است. طبیعی به اون معنی که جنگ ها و مبارزه های مذهبی همیشه بودند در منطقه و انا ببینید که حکومت یا که رژیم صدام حسین نیز در زمینه مذهب بود، یعنی که تقسیمات مذهبی و استفاده بردن از مذهب و زیر فشار گرفتنی مثلا مذهب مقابل در دوره صدام حسین بود. در سوریه نیز همین یعنی تقسیمات مذهب وجود داشت در مثلا در دوره رژیم مثلا حاضره و همین چیز باعث بگیم که سیاسی شدن مذهب گردید. خب یک عامل است، عامل طبیعی، و عامل خوب به اصطلاح صنعی عامل خارجی است و ما میدونیم که در مورد کانسپسی که ساموئل هانتینگتون با نام برخورد تمدن ها پیشنهاد کرده است، موافق آن او میگد که در جهان آینده 7-8 تمدن دین محور باقی میمانند و جنگ های جهانی حتی اگر جنگ سیوم جهان هم شود در اساس در بین دین ها می شود، بین دین مسیحیت و اسلام، و همین گونه یک سیناری سازی باعث گردید که جهان غرب یک مناسبت نادرست ناشایم با خب جهان اسلامی پیدا کرد و در مورد تقسیمات قدرت در منطقه و عامل مذهب دقت نداد و باعث به وجود آمدن دولت اسلامی عراق و شام گردید که در مدت 1 سال وجود داشتن این سازمان اصلا کشورهای ابرقدرت توجهی نداشتند، چون اونها انتظار داشتند که به این واسطه رژیم خب سوریه از بین می رود، ولی این مشکلی پیچیده تر گردید. استاد، یعنی آنچه که شما میگویید این در پی تحقیقات هایی به قول تحلیل های نظریوی مرکز شما به دست آمده است؟ چون اگر نگاه کنیم مثلا دولت اسلامی کجا هست و تاجیکستان کجا هست؟ بله. یعنی این تحقیقات ها در اساسی به قول نظرهای نظریوی هستند، درست یا خیر؟ درست، چون امکاناتی که ما عین حال داریم ما بیشتر در محدوده مثلا آموزش های نظریوی قرار داریم و ما سرچشمه های مثلا پیدایش همین گروه ها و سناریه های جهانی که وجود دارد در اطراف منطقه همون را آموزش کرده استادیم و به واسطه مثلا حتی امکان نداریم که به واسطه با نفرای صحبت کنیم که انا بگیم که خانواده هایی که از اونا مثلا فرزنداشون به منطقه برای جنگ رفتند و همچنین امکان این حال وجود ندارد که ما مثلا در بین مهاجرات تحقیقات کنیم، ولی همه اینا در نظر هست، ولی باید که یک زمینه نظریوی با وجود بیاید برای فهمیدن همین وضعیت. اما تا کجا فعالیت یا گسترش فعالیت گروه دولت اسلامی با کشورهای آسیای مرکزی از آن جمله تاجیکستان مثلا خطری جدی دارد، در حالی که بسیاری از تحلیلگران میگن که هدف آینده این گروه کشورهای آسیای مرکزی است؟ پیش از همه باید گفت که وقتی که ما طبیعت یا که سبب های پیدایش همین گروه ها را می آموزیم، سبب های اجتماعی چطوری که پیشتر قید کردیم سبب های اجتماعی و اقتصادی هستند و جوانان که امروز آسیب پذیر هستند، مخصوصا مهاجرای مهنتی تاجیک در روسیه، باعث یکی از خطرهای اساسی است که بگیم
دولت اسلامی عراق و شام میتوانند توسط آنها واردی مثلا کارزار در آسیای مرکزی شوند. و همچنین خطر دیگری که در این مورد هست خودی استفاده بردن از ارزش‌های دینی. فرض کردیم پیش از همه بیعت، خودی همین پدیده بیعت این پدیده دینی هست و سوء استفاده کردن از همین ارزش، از همین پدیده بسیار خطرناک است، چون در گوشه دیگر دنیا گروه معین چریکی یا که گروه معین مثلا افراطی میتونن به دولت اسلامی عراق و شام بیعت کنند و این معنی دارد که علاکه یک فیلیال یا یک بخشی دولت اسلامی عراق و شام در یک گوشه دیگری مثلا منطقه به وجود می آید و آنها امکانیت فراوان دارند که مثلا به آنها کمک مالیوی و تکنیکی کنند، چطوری که مثلا در مورد بخش خراسانی مثلا همین سازمان دیدیم، آنها در حدود میلیون ها دلار برای این گروهی که بیعت کرده است جدا کردن و امیر و دیگر هیئت رهبریت این سازمان تأسیس دادن در منطقه.